یکی رفت در خونه همسایه، گفت طناب دارید؟ گفت روش ماسپن کردم. گفت آخه مرد حسابی مگه میشه رو طناب ماسپن کرد؟ گفت وقتی نخوای بدی روش دوغم میشه پن کرد. خیلی از نشدنانو تو دنیا بذار با این نخواستن. آدما تو زندگی نخواستنشون رو واضح نمیگن، اما تو باید زرنگ باشی و نشونه ها رو بفهمی. وقتی میبینی کسی برات وقت نمیذاره، برات نمیجنگه، پای حرفات نمیشینه، یعنی نمیخواد، یعنی رو طنابش ماست بند کرده. دیگه نباید ازش بپرسی مگه میشه رو طناب ماست بند کرد. کسی که بهت میگه وقت ندارم، یعنی تو جز اولویتاش نیست. وگرنه آدما برای چیزی که اولویتشون باشه وقت خالی میکنن. کسی که بخواد راهش رو پیدا میکنه، کسی هم که نخواد بهونش رو. آدما رو تو معذوریت نذار، درا رو باز بذار که هر کی میخواد بره راحت بره. شاید بشه کسی رو به زور به دست آورد، ولی نمیشه کسی رو به زور نگه داشت. به قول شاعر، آن کس که دل بریده تو پا هم ببریش، چون طفلی از کنار تو با دست میرود.